از نژاد آریا تاجک تبار هستیم ما، مردم آزاده و با افتخار هستیم ما. پور و زرتشتیم و از نسل کیومرث کبیر، زاده اسپهبد و اسفندیار هستیم ما. خشم رستم پرچم بومسلم و یعقوب و لیث، در سراشیب زمان حماسه‌دار هستیم ما. از ظهور آریانا تا خراسان بزرگ، صاحب هر گونه فخر و اعتبار هستیم ما. با سرود رودکی پرورده ما را مادران، بوی جوی مولیان را یادگار هستیم ما. ما علمدار ابوریحان علی سینای بلخ، وارث جامی و ملک سزاوار هستیم ما. همتبار آسی و همزاد واصف باختری، ذریه زریاب و قوم زرنگار هستیم ما. پارسی را عاشقانه همچو فردوسی بزرگ، تا جهان باقی است هر جا پاسدار هستیم. برگایم ریخته بود. من از پروان افغانستان هستم، یعنی پدرم و مادرم از کاپیساس و هم تو کنجکاو شدم تاریخ کشور خودم بخونم، چه هیچ وقت نمیدونستم چی بچه. خلاصه دوستان عزیز، قراره که وقتی اسکندر حکومت هخامنشیان از بین میبره، حمله میکنه به سمت هندوستان و بعدش برمیگرده سمت کابل، چون که یک مقطعی از حملاتش دچار قحطی زدگی میشه سپاهش، به خاطر اینکه هوا بسیار سرد بوده و به شهری که حمله میکنه باعث میشه همه اتفاقا بیفته و برمیگرده سمت افغانستان. در راهش میره سمت کابل، چند مدتی رو در کابل میباشه و بعدش میره به پروان امروزی که پدرم از اونجا هستن و برای سپاس از مردم اونجا یک دژی را جور میکنه به اسم دژ کاپیسی که الان او را میگن کاپیسا، یعنی کاپیسای کنونی. مادرم از کاپیساست و بعد خیلی جالب بود، اسم شهرم از یونان باستان آمده در اصل. این زبان ما زبان مادری است، فارسی و تاجکی هم در است. هرچه میخواهی بگو اینها یکیست، چون تفاوت در میان اندکیست. درس حماسه شده آغاز ما، راز عرفان مایه آواز ما. کی به شعر بلخی و سعدی فرق، این زبانیست از تمدن‌های شرق. یک جهان اندیشه دارد در بغل، فرق این و آن نباشد در محل. قوریم نسل و تبارم آریاست، شد خراسان زادگاهم آسیاست. فکر من در محور همبستگیست، هم زبانم مایه وارستگیست. از سمرقند و بخارا سر زدیم، از بدخشان تا به تهران پر زدیم. در فراز هفت‌خوان بال من است، هند روم و کاشغر مال من است. در زبان من خدا جاری شود، عشق و عرفان و صفا جاری شود. روح پرانم بلند ز آفتاب، شد زبانم گوهری نایاب.